Assalomu alaykum azizlar, salomat xonadon salomat bاشید. روز پیامبر محمد سلام در مسجد نشسته بودن کو قصه کردم برای شما. گفتم به صحابه که یک نفر میداره از اهل جنت است، همون کس میبخشیدن کو انسان رو. برای همین این چونی در همین حدیث آمده است، در شریح حدیث که صدقه حساب نمیشه. صدقه وقتی که ما یک کس رو میبخشیم کو به خاطر الله تعالی درون ما روشن میشود. بخشید رها کنید به خاطر الله تعالی. یکی در آدما نگه که بخشن که آدم میگن که ای تو برو بخشی و کی بگی تو رو بخشی نه بخشی تو بعد اون کس بعد تو اومده بخش میپرسی چی خاموش کوه که قریب نمازشون چیزی تو چرا رو بخشی نه بخشی ده آدم نگین به خاطر الله تو بخشیده راحتی ادم انسان رو بخشیده راحتی لیکن گویا که به خاطر خدا هم بخشیدم درون خودتون رو وای کنید برای چی برای اینکه الله تعالی دوست می‌داره کسانی که مثل کسی رو که میبخشد بله برای اینکه خدا هم بخشنده است خدا میبخشد همه رو کسی که نمیبخشنده است این نکته دیمش که صدقه میشه صدقه که سخن خوب صدقه سخن خوب هم صدقه است سلام دادن صدقه است یک کس خرسند کردن صدقه است تبسم در روی آدم کردن صدقه است صدقه فقط پول دادن نیست در حدیث امام ترمذی اومده است که صدقه غضب الله رو از راه میگیرد سخن خوب گفتن صدقه است یک کس رو یک آهن رو اراه میگه یک کس پیشوی نرفتن میگوید این هم صدقه است تبسم کردن در روی انسان صدقه است انا یک کس رو بخشیدن به خاطر الله تعالی اینم صدقه حساب میشه بله این رو هر کس کرده نمیتونه هر انسان بخشیده نمیتونه انسان رو این رو در حیات همین قدر کرو کردگی که ولی بعد وقت شود بعد قصه میکنم شما رو یک تکته مثال میبرم که چگونه ما رو میخواستند که چکروی بعد نسبت من میکردم شاگردانم هم کرونم از خانه شوهرم خیشونو مثال نزدیکانم چکروی که مثل دقیق من کرده باشم من همشو بخشیدم به خاطر الله تعالی بخشیده راحتی من بخشیدم راحتی خب میندارم اشو از همتون بخشیده راحتی خب در دلتون نگیرید که برای سلامتیتون زوال داره این چه استراشم والله این پیون اومده که اینجا بوی عرق شده میده میبخشید من نمیدونم خیلی اینجا برام که نفس میگیره در بوی چیزش بوی عرقش نفس میگیره خب میندارم اشو